پروسه حج کس انسانها را یکسان می سازد، انسانها را با هم برادر می سازد. تعصبات زبانی، خودخواهی، کبر و غرور را از بین می برد. بنابراین از افغانستان امسال در سطح عموم 30,000 حجاج انشاءالله از افغانستان عازم حج بیت الله شریف عربستان سعودی میشن. در مجموع سهمیه حجاج ولایت بلخ 758 نفر است. زوده شریف جمع شدیم به خاطر دیدن حج عملی که به خاطر همگی عازم بیت الله شریف میشیم، به خاطر که عملی ببینیم دوجا برای ما آسان شود. اینجا آمدیم در عملی اجرا میکنه اینا را دیدن آمدیم. الحمدلله آقای صاحبا اینا معلم صاحبا بسیار خوب نشان دادن. برادرای عزیز، امو درس که است، درس یکی نظری است و یک عملی است. از درس نظری که درس عملی انشالله 100% در ذهن حاجی صاحب جای میگیره و اونجا انشالله عمل میته و او را ادا میکنه.